فردوسی خانی قسمت 174 داستان سرنگونی خسرو پرویز. قسمت قبل با شرح بزرگی خسرو پرویز تمام شد و دیدیم که در همون انتهای قسمت قبل هم ذکر خیلی مختصری از مرگ خسرو پرویز شد. حالا اینجا میخوایم داستان سرنگونی خسرو پرویز از پادشاهی رو با هم شروع کنیم. بدان نام ور تخت و جای مهی، بزرگی و دیهیم شاهنشهی، جهاندار هم داستانی نکرد، از ایران و نیران برآورد گرد. چنان دادگر شاه بیداد گشت، به بیدادی کهتران شاد گشت. بیامد فرخزاد آزرمگان، دو ژمروی با زیر دستان ژکان. ز هر کس همی خواسته بستدی، همی این بران آن برین برزدی. به نفرین شدن آفرین های پیش، که چون گرگ بیدادگر گشت میش. بیاراست بر خویشتن رنج نو، نکرد آرزو جز همه گنج نو. چو بینان و بی آب و بی تن شدند، از ایران سوی شهر دشمن شدند. هر آن کس که از آن بدتری یافت بهر، همی دود نفرین برآمد ز شهر. یکی بی هنر بود نامش گراز، که از او یافتی خواب آرام و ناز. که بودی همیشه نگهبان روم، یکی دیو سر بود بیداد و شوم. چو شد شاه باداد بیدادگر، از ایران نخستو بپیچید سر. دگر زاد فرخ که نامی بودی، به نزدیک خسرو گرامی بودی. نیارست رفتن کسی نزد شاه، مگر زاد فرخ بودی بارخواه. شهنشاه را چون پر آمد قفیز، دل زاد فرخ تبه گشت نیز. یکی گشت با سال خورده گراز، ز کشور به کشور به پیوست راز. گراز سپهبد یکی نامه کرد به قیصر، ورا نیز بدکامه کرد. بدو گفت برخیز و ایران بگیر، نخستین من آیم تو را دستگیر. چنان نامه برخواند قیصر، سپاه فراز آورید از پی رزمگاه. چون آگاه شد زان سخن شهریار، همی داشت آن کار دشخوار خار. بدانست کان هست کار گراز، که گفته است با قیصر رزم ساز. بدانش بسی خواند و او چاره جست، همی داشت آن نامه شاه سست. ز پرویز ترسان بودن بد نشان، ز درگاه او هم ز گردن کشان. شهنشاه بنشست با مهتران، هر آن کس که بودند از ایران سران. از اندیشه پاک دل را بشست، فراوان ز هر گونه‌ای چاره جست. چون اندیشه روشن آمد فراز، یکی نامه بنبشت سوی گراز. که از تو پسندیدم این کار کرد، ستودم تو را پیش مردان مرد. ز کردارها برفزودی فریب، سر قیصر آوردی اندر نشیب. چون این نامه آرند نزدیک تو، پراندیشه کن رای باریک تو. همی باش تا من به جنبم ز جای، تو با لشکر خیش بگذار پای. چو زین روی و زان روی باشد سپاه، شود در سخن رای قیصر تباه. به دیران ورا دستگیر آوریم، همه رومیان را اسیر آوریم. ز درگه یکی چارگر برگزید، سخندان و گویا چنان چون سزید. بدو گفت که نامه اندر نهان، همی بر به کردار کاراگهان. چنان کن که رومیت بیند کسی، به رهبر سخن پرسد از تو بسی. بگیرد تو را نزد قیصر برد، گرد نزد سالار لشکر برد. بپرسد تو را که از کجایی، بگویش که من کهتری چار جوی. بپیمودم این رنج راه دراز، یکی نامه دارم به سوی گراز. تو این نامه بربند بر دست راست، گریدون که بستاند از تو رواست. خب این داستان هم در همین ابتدای شروع خیلی پرهیجان و جالبی داشت. داستان خیلی درست برای ما توضیح نمیده که خسرو پرویز چه اتفاقی براش میفته، اما خیلی خلاصه میگه که به هر حال
یه مدتی که از شروع پادشاهیش گذشته بود، خسرو پرویز هم شاه ظالمی میشه و ظلم زیاد میکنه و خلاصه از اون دادگر بودن دور میشه و به این دلیل خیلی از سردارانش شروع میکنن علیهش حرکت‌های انجام دادن. 2 نفر رو گفت که این 2 نفر با هم همدست شدن و علیه خسرو پرویز خواستن اقدامی بکنن. 2 تا سرداری که به نام گراز، دیگری زاد فرخ. این آقای گراز میره و یک نامه‌ای مینویسه خطاب به قیصر روم که بیا کشورگشایی کن، ما رو از دست این پادشاه نجات بده. این خبر هماهنگی گراز با قیصر روم به گوشه خسرو پرویز هم میرسه و خسرو پرویز یک نقشه‌ای میچینه. این نقشه خسرو پرویز به این شکله که نامه‌ای مینویسه خطاب به گراز و میخواد این نامه لو بره، افشا بشه، بیفته دست رومی ها و با این کار رابطه رومی ها و گراز خراب بشه. توی این نامه به گراز گفته که آفرین، طبق همون نقشه‌ای که با هم داشتیم خوب کاری کردی، یه رومی ها رو گول زدی، آوردشون به تله، تا از یه طرف برو، منم از طرف دیگه حمله میکنیم، رومی ها رو نابود میکنیم. و این نامه رو که خب یه نامه تقلبی هست، این رو سپورت به یک نامه رسانی، گفت برو از یه مسیری که رومی ها بگیرن، دستگیرت کنن و این نامه رو بتونن از چنگ تو در بیارن. برون آمد از پیش خسرو نوند، به بازو مرا نامه را کرده بند. بیامد چون نزدیک قیصر رسید، یکی کارجویش به رهبر بدید. سوی قیصرش برد سر پرز گرد، 2 رخ زرد و لبها شده لاژورد. بدو گفت قیصر که خسرو کجاست؟ بباید گفتن به ما راه راست. از او خیره شد کهتر چارجوی، ز بیمش به پاسخ دژم کرده روی. بجویید گفت این بلاجوی را، بداندیش و بدنام و بدگوی را. بجستند و آن نامه از دست اوی، گشادان که دانا بود و راه جوی. از آن مرز دانا سری را بجست، که آن پهلوانی بخواند درست. چون آن نامه برخواند مرد دبیر، رخ نامور شد به کردار قیر. به دل گفت که اینت کمین گراز، دلیر آمدستم به دامش فراز. شهنشاه و لشکر چو 300,000، کس از پیل جنگش نداند شمار. مرا خواست افگند در دام اوی، که تاریک بادا سرانجام اوی. و از آن جایگه لشکر اندر کشید، شدن آرزو بر دلش ناپدید. چو آگاهی آمد به سوی گراز، که آن نامور شد سوی روم باز. دلش گشت پر درد و رخسار زرد، سواری گزید از دل ایران مرد. یکی نامه بنبشت با باد و دم، که بر من چرا گشت قیصر دژم. از ایران چرا بازگشتی بگوی، مرا کردی اندر جهان چارجوی. شهنشاه داند که من کردم این، دلش گردد از من پر از درد و کین. چو قیصر نگه کرد آن نامه دید، ز لشکر گران مایه‌ای برگزید. فرستاد تازان به نزد گراز، که از این ایزدت کرده بود بی‌نیاز. که ویران کنی تاج و گاه مرا، به آتش بسوزی سپاه مرا. که از آن نامه جز گنج دادن به باد، نیامد مرا از تو ای بد نژاد. مرا خواستی تا به خسرو دهی، که هرگز مبادت بهی و مهی. ببایست دانست که ایرانیان، چو بینند شاه از نژاد کیان. به دیران نخواهند بیگانه ای، نه قیصر نژادی نه فرزانه ای. به قیصر بسی کرد پوزش گراز، به کوشش نیامد به دامش فراز. گزین کرد خسرو پس آزاده ای، سخنگوی و دانا فرستاده ای. یکی نامه بنبشت سوی گراز، که ای بی بهار ریمن دیو ساز. تو را چند خوانم بدین بارگاه، همی دور مانی ز فرمان و راه. کنون آن سپاهی که نزد تو اند، به نیران ماهور مزد تو اند. به رای و به دل ویژه با قیصرند، نهانی بر اندیشه دیگرند. بر ما فرست آن که پیچیده اند، همه سرکشی را بسیچیده اند. حالا که گراز نیروی رومی رو کلا از دست داده، الان خسرو پرویز یک نامه بهش می نویسه. در این نامه خسرو پرویز اشاره اول نمی کنه که من میدونم تو به من خیانت کردی و از اون ماجرای اومدن لشکر قیصر خبر دارم. وانمود میکنه خبر نداره، صرفا میگه که بیا به دربار من، با باهات کار دارم. و در قالب 1-2 جمله میگه که توی لشکر تو نیروهای خائن وجود دارن، نیروهایی هستن که دلشون با لشکر ایران نیست و دل به دشمن بستند. و گفت که اونها رو باید به من معرفی کنی، این خائنهای لشکر تو باید به من معرفی کنی.
فقط در قالب همین این رو میگه و ادعا نمیکنه که خبر داره که گراز با قیصر همدستی کرده بوده. یه جمله هم اینجا داشتیم، این مقدار توضیح میخواست. گفت که کنون آن سپاهی که نزد تواند به نیران ماه اورمزد تواند. اینجا کلمه نیران یعنی روز آخر ماه. کلمه اورمزد هم بارها داشتیمش، یکی از معانیش روز اول ماهه. میگه به نیران ماه اورمزد تواند، یعنی اون سپاهی که آخر ماه اونجوری هستند که انگار اول ماه هستند. این تعبیر خیلی به نظر عجیب غریبی میاد، اما منظورش اینه که اون سپاهی که دو رو هستند با تو، دارن باید خیانت میکنن و طرف دشمن رو گرفتن ولی وانمود میکنن طرف تو هن. منظورش اینه، گرچه شاید این تشبیهی که به کار برده به نظر ما خیلی واضح نیاد. حالا به هر حال این نامه میرسه به دست آقای گراز. چون این نامه آمد به نزد گراز، پراندیشه شد کهتر دیرساز. گزین کرد از آن نامداران سوار، از ایران و ایران 12,000. بدان مهتران گفت یک دل شوید، سخن گفتن هر کسی مشنوید. بباشید یک چند از این روی آب، مگیرید یک سر به رفتن شتاب. چو هم پشت باشید اگر هم زبان، تن کوه برکندن از بن توان. سپه رفت تا خره اردشیر، هر آن کس که بودند برنا و پیر. کشیدند لشکر بدان رودبار، بدان تا چه فرمان دهد شهریار. چون آگاه شد خسرو از کارشان، نبود آرزومند دیدارشان. بفرمود تا زاد فرخ برفت، به نزدیک آن لشکر شاه تفت. چون این بود پیغام نزد سپاه، که از این پیش بودی مرا نیک خواه. چرا راه دادی که قیصر ز روم، بیاورد لشکر بدین مرز و بوم. که بودن که از راه یزدان بگشت، ز راه و ز پیمان ما برگذشت. چو پیغام خسرو شنیدن سپاه، شد از بیم رخسارگانشان چو کاه. پیامبر یکی بود به دل با گراز، همی داشت از آب و از باد راز. بیامد نهانی به نزدیکشان، برافروخت جانهای تاریکشان. مترسید گفت ای بزرگان، که شاه ندید از شما آشکارا گناه. مباشید جز یک دل و یک زبان، مگویید که از ما که شد بدگمان. وگر شد همه زیر یک چادریم، به مردی همه یار هم دیگریم. همان چون شنیدند آواز اوی، بدانست هر مهتری راز اوی. مهان یک سر از جای برخاستند، بدان هم نشان پاسخ آراستند. بر شاه شد زاد فرخ چو گرد، سخنهای ایشان همه یاد کرد. بدو گفت رو پیش ایشان بگوی، که اندر شما کیست آزاد خوی. که بفریفتش قیصر شوم بخت، به گنج و سلیح و به تاج و به تخت. که نزدیک ما او گنهکار شد، و از این تاج و رنگ بیزار شد. فرستید یک سر بدین بارگاه، کسی را که بود است از این بر گناه. وگرنی همه دار بینید و چاه، ز لشکر هر آن کس که گم کرد راه. بشد زاد فرخ بگفتین سخن، رخ لشکر نو ز غم شد کهن. نیارست لب را گشاد ایچ کس، پر از درد خاموش بماندند و بس. سبک زاد فرخ زبان برگشاد، همی کرد گفتار ناخوب یاد. که از انسان سپاهی دلیر و جوان، نبینم کس اندر میان ناتوان. شما را چرا ترس باید ز شاه، بگیتی پراگنده از در سپاه. بزرگی نبینم به درگاه اوی، که روشن کند اختر و ماه اوی. برادرم رستم ز فرمان اوی، گسسته است و هم دل ز پیمان اوی. شما خار دارید گفتار من، مترسید یک ذره از آزار من. به دشنام لب را گشایید باز، چه بر من چه بر شاه گردن فراز. خب اینجا قضیه یک پیچش دیگری هم داشت. وقتی که گراز به دستور خسرو پرویز داره برمیگرده با لشکرش، از طرف خسرو پرویز سرداری داره میره که گراز رو و اون خائنین لشکر رو تحویل بگیره. اون سرداری که خسرو پرویز مأمور این کار کرده این آقای زاد فرخه. چیزی که خسرو پرویز نمیدونه اینی که زاد فرخ هم با گراز همدست بود. یعنی خسرو پرویز از یه بخش از این توطئه خبر داشت و با اون زیرکی و زرنگی خودش اون توطئه رو خنثی کرد.
اما حالا خود اون توطئه یه درجه دیگری هم داشت که الان داره به خسرو پرویز رو دست میزنه. اونم این که زاد فرخی هم که او انقدر بهش اعتماد داره به گراز و دیگران پیوسته و جزو کسانیه که علیه شاه توطئه میکنن. این آقای زاد فرخ اسمش یکی دو بار دیگه هم حالا جای دیگه کتاب هم به شکل فرخزاد میاد. این ور اون ور میشه این فرخزاد یا زاد فرخ، اگر شنیدید جفتش یه نفره. بعد دیدیم که زاد فرخ وقتی رفت خطاب به گراز و دیگر سرداران اون لشکر گفت که نگران نباشید، من این پیغام شاه رو به شما میدم، ولی ما با همیم توی این توطئه، توی این جریان با همیم. شما لازم نیست تحت ترس شاه کسی از لشکر خودتون رو افشا کنید و بسپارید به انتقام خسرو پرویز. در نهایت هم برای اینکه خیال همه رو راحت کنه گفت من برادرم هم یکی از سرداران خسرو پرویزه و او هم دیگه از دست خسرو پرویز به ستوه آمده و او هم عملا به ما پیوسته. نام این برادر هم بود رستم. برای کسانی که با پایان شاهنامه آشنا هستن احتمالاً رستم فرخزاد رو زیاد ممکنه اسمش رو شنیده باشن. رستم فرخزاد اون سردار بزرگی که حالا چند قسمت دیگه به پایان کتاب که برسیم میبینیم حرفهاشو. اینجا برای اولین بار این آقای رستم معرفی شده. این رستم فرخزادی، نکته رو من در حاشیه فقط بگم، در خیلی از متون دیگر تاریخی که بعد از اسلام داریم رستم پسر فرخزاد معرفی شده و به همین دلیل هم در خیلی از متون میگیمش رستم فرخزاد، این رستمی که پسر فرخزاده. در شاهنامه رستم برادر فرخزاد معرفی شده. پس اگر اینو اینجا شنیدید و با اون چیزی که جاهای دیگری ممکنه شنیده یا خونده باشید یه مقدار فرق میکنه، دلیلش به این شکله. خلاصه که حالا این آقای رستم برادرش فرخزاد و اون طرف سرداری به نام گراز، اینا همه جز سردارانی هستن که علیه خسرو پرویز میخوان اقدام کنن. هر آن کس که بشنید از او این سخن، بدانست کان بخت نو شد کهن. همه یک سر از جای برخاستند، به دشنام لبها بیاراستند. بشد زاد فرخ به خسرو بگفت، که لشکر همه یار گشتند و جفت. مرا بیم جان است اگر نیز شاه فرستد به پیغام نزد سپاه. بدانست خسرو که آن کژگوی همی آب و خون اندر آرد به جوی. ز بیم برادرش چیزی نگفت، همی داشت آن راستی در نهفت. که پیچیده بود رستم از شهریار، به جایی خود و تیغ زن 10,000. دل زاد فرخ تبه داشت نیز، سپه را همه روی برگاشت نیز. بدانست هم زاد فرخ که شاه ز لشکر همه زو شناسد گناه. چون آمد برون آن بداندیش شاه، نیارست شد نیز در پیش شاه. به دربر همی بود و با هر کسی، همی کرد از آن آزمایش بسی. همی ساخت همواره تا آن سپاه، بپیچید یک سر ز فرمان شاه. همی راند با هر کسی داستان، شدند اندر آن کار هم داستان. که شاهی دگر برنشیند به تخت، که از این دور شد فر و آیین و بخت. بر زاد فرخ یکی پیر بود، که در کارها کردن آژیر بود. چون این گفت با زاد فرخ که شاه همی از تو بیند گناه سپاه. کنون تا یکی شهریاری پدید نیاری، فزون زین نباید چخید. که این بوم آباد ویران شود، از آشوب ایران چون ایران شود. نگه کرد باید که فرزند اوی کدام است، با شرم و بی گفتگوی. ورا شاد بر تخت باید نشاند، بر آن تاج دینار باید فشاند. وزان پس به کاری دگر برخزیم، چو تلخی مزیدیم شیرین مزیم. چو شیروی بیدار مهتر پسر، به زندان بود کس نباید دگر. همی رای زد زین نشان هر کسی، بر این روز و شب بر نیامد بسی. که برخاست گرد سپاه نخار، همه کارها زو گرفتند خار. پذیره شدش زاد فرخ به راه، فراوان برفتند با او سپاه. رسیدند پس یک به دیگر فراز، سخن رفت چند آشکارا و راز. همان زاد فرخ زبان برگشاد، بدیهای خسرو همه کرد یاد. همی گفت لشکر به مردی و رای، همی کرد خواهند شاهی به پای. سپهبد چنین داد پاسخ بدوی، که من نیستم جامه گفتگوی. اگر با سپاه اندر آیم به جنگ، کنم بر یلان جهان جای تنگ. گرامی بود این شهریار جهان، به نزد کنارنگ و هم پهلوان.
چو روز چنان مرد گردد سیاه، مبادا که بیند کسی تاج و گاه. نژندان زمان شد که بیداد شد، به بیدادگر بندگان شاد شد. خب اینجا هم چند تا اتفاق افتاد. وقتی که آقای زادفرخ اون پیغام خسرو پرویز رو رسون به لشکر گراز و بهشون گفت که ببینید ما همه با همیم، نگران نباشید، بعد رفت و به دروغ به خسرو پرویز گفت نه لشکر همه خوبن، اصلا هیچ آدم خائنی توشون نیست. همونجا خسرو پرویز فهمید که ای بابا اینم با اوناه. ولی در این حال گفت که خسرو پرویز میترسید از اینکه الان بخواد واکنشی نشون بده، چون لشکر رستم برادر این فرخزاد هم نیروی بزرگی داره و میترسید که اون رو هم از خودش برونه، دیگه لشکر خاصی براش نمیمونه و وضعش خراب میشه. رو همین حساب خسرو پرویز چیزی نگفت. بعد میگه از اون ور خود زادفرخ هم همون لحظه فهمید که خسرو پرویز فهمیده. پس الان دیگه همه چیز آشکار شده بر هر دو طرف، ولی موقعیت جوری که کار خاصی فعلا نمی‌کنن. از اون طرف زادفرخ گفت که به فرموده یک انسان دانایی فهمید که کاری که باید بکنن برای اینکه بشه این موقعیت رو حل کرد اینه که برن ولیعهدی پیدا کنن. چون خب این که بری به قیصر بگی بیاد کمک کنه این که اصلا نشد و اگرم بشه خیلی موقعیت خوبی به وجود نمیاره. برای اینکه از شر خسرو پرویز راحت شن باید برن و ولیعهد او رو بیارن بشونن به جاش و به این شکل او رو از تخت پادشاهی سرنگون کنن. حالا اینا الان میخوان برنامه رو بریزن برای آوردن شیروی، ولی درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته یک سردار دیگری هم وارد این داستان شد. سرداری بود به اسم نخار. دیدیم که زادفرخ به نخار گفت که آره ما و این گروه الان میخوایم علیه خسرو پرویز به اصطلاح امروزیش کودتایی بکنیم، آیا تو هم با ما هستی؟ نخار هم حرفش این بود که ببین من بحث و اینجور چیزا نمی کنم، من آدم جنگم و وقت جنگ که بشه میام میجنگم. نخارم در نهایت در قالب یه جمله موافقتش رو گفت که این شاه تا خوب بود همه چیز خوب بود، این شاه خود شاه ظالمی شده، پس بنابراین وقت رفتنشه. پس الان نخار، گراز، فرخزاد و برادرش رستم 4 سردار ایرانی هستن که الان همگی علیه خسرو پرویز میخوان اقدام کنن و الان میخوان ببینیم که فرخزاد و نخار میرن که شیروی رو از اون کاخی که زندانی شده بود بیارن بیرون تا به عنوان گزینه‌ای جانشین خسرو پرویز اون رو علم کنند. سخنهاش چون زادفرخ شنید، مرو را از ایرانیان برگزید. بدو گفت که اکنون به زندان شویم، به نزدیک آن مستمندان شویم. بیاریم بی باک شیروی را، جوان و دلیر و جهانجوی را. سپهبد نگهبان زندان اوست، که از او داشتی بیشتر مغز و پوست. ابا 6000 آزمود سوار، همی داردان بستگان را به زار. چون این گفت با زادفرخ نخار، که کار سپهبد گرفتیم خار. گر این بخت پرویز گردد جوان، نماند به دیران یکی پهلوان. مگر دار دارند گر چاه و بند، نماند به دیران کسی بیگزند. بگفتین و از جای برکند اسب، همی تاخت بر سان آذرگوش اسب. سپاه اندر آورد یک سر به جنگ، سپهبد پذیره شدش بیدرنگ. سر لشکر نامور گشته شد، سپهبد به جنگ اندرون کشته شد. پراگنده شد لشکر شهریار، سیاه گشت روز و تبه گشت کار. به زندان تنگ اندر آمد نخار، بدان چاره با جامه کارزار. به شیروی گردن کش آواز داد، سبک نامور پاسخش باز داد. بدانست شیروی کان سرفراز، بدان گه به زندان چرا شد فراز. چو روی نخار فروزان بدید، از اندوه خندان دلش بردمید. بدو گفت گریان که خسرو کجاست، رها کردن ما نکار شماست. چون این گفت با شاهزاده نخار، که گر مردمی کام شیران مخار. اگر تو بدین کار هم داستان نباشی، تو کم گیر از این راستان. یکی کم بود شاید از 16، بماند برادر تو را 15. که شایند هر یک به شاهنشهی، بدیشان بود شاد تخت مهی. فرو ماند شیروی گریان به جای، از آن خانه تنگ بگذارد پای. همان زادفرخ به درگاه بر، همی بود و کس را ندادی گذر. که آگه شدی زان سخن شهریار، به درگاه بر بود یک پرده دار. پس اینجا مرحله بعدی کودتا هم
پیش رفت. کاری که کردن این بود که نخار و زادفروخ به هم گفتن که خب ما میریم و شیروی رو از زندان در میاریم برای همین جانشینی. بعد گفتن که اون کاخی که شیروی و تمام اون خواهر برادراش همه درش اسیر هستن، یه لشکر عظیمی فقط نگهبان اون هستن و خسرو پرویز خیلی از اون کاخ حفاظت میکنه. بنابراین نخار با یک لشکر آماده رفت و اونجا جنگی شد. اون گروه نگهبانان و این لشکر نخار با هم جنگیدند. لشکر نخار پیروز شد و در این زندان رو باز کردن، رفتند که شیروی رو بیارن. اینجا میگه شیروی شستش خبردار شد که قضیه چیه. گفت که شماها برای چی اومدید من رو آزاد کنید؟ معلومه یه نقشه، یه بلای چیزی میخواد سر کسی در بیارید. و اینا بهش گفتن که ببین تو یا با ما میای یا ما تو رو همینجا میکشیم، یکی از همین خواهر برادرات رو میکنیم نفر بعدی برای جانشینی پادشاه. تو اینجا صرفا یه مهره هستی که باید بازی بشی توی این قضیه کودتا. و به این شکل آقای شیروی هم میپذیره. بعد از اون طرف وقتی نخار رفته که شیروی رو بیاره، از اون ور زادفروخ گفت که عملاً خسرو پرویز رو کاملا به اصطلاح امروزیش ایزوله کرده. یعنی رفته جلوی در به عنوان در مقامی مثل سالار بار و هیچ کس رو نمیذاره بیاد پیش خسرو پرویز. با این کار میخواد کاری کنه خسرو پرویز اصلا خبردار نشه که اینا دارن چه برنامه‌ای میریزن تا این کودتا واقعا شکل بگیره. بعد از اون طرف زادفروخ وقتی که نخار داره میره شیروی رو بیاره، خودش رو در مقام سالار بار گذاشته جلوی قصر خسرو پرویز تا کاری کنه هیچ پیغامی به خسرو پرویز نرسه، هیچ کس نتونه بیاد او رو ببینه، چون با این کار کاملا میخواد خسرو پرویز رو بی اطلاع نگه داره از نقشه‌ای که داره پیش میره تا بتونن این کودتا رو به شکل خوبی به ثمر برسونن. چو پژمرده شد چادر آفتاب، همی ساخت هر مهتری جای خواب. بفرمود تا پاسبانان شهر، هر آن کس که از مهتری داشت بهر. برفتند یک سر سوی بارگاه، به جان جای شادی و آرام شاه. به دیشان چنین گفت که امشب خروش دگرگونه تر کرد باید ز دوش. همه پاسبانان به نام قباد، همی کرد باید به هر پاس یاد. چنین داد پاسخ که ایدون کنیم، ز سر نام پرویز بیرون کنیم. خب اینجا هم کلمه قبادی که شنیدید اگر خاطرتون باشه از 2 قسمت قبلتر، قباد نام دیگر همین شیرویه. پس اینجا گفت که ما همه به عبارتی با قباد بیعت میکنیم و ز سر نام پرویز بیرون کنیم. منظور از قباد همون شیرویه. چو شب چادر قیرگون کرد نو، ز شهر و ز بازار برخاست او. کنوش زیاد از بزرگان قباد، به هر کشوری نام او یاد باد. شب تیر شاه جهان خفته بود، که شیرین به بالینش آشفته بود. چون آواز آن پاسبانان شنید، غمی گشت و شادان دلش بردمید. بدو گفت شاها چه شاید بودن، بر این داستانی بباید زدن. از آواز او شاه بیدار شد، دلش زان سخن پر ز تیمار شد. به شیرین چنین گفت که ماه روی، چه داری به خواب اندرون گفتگوی. چنین گفت شیرین که بگشای گوش، خروشیدن پاسبانان نیوش. چو خسرو بدان گونه آوا شنید، به رخساره شد چون گل شنبلید. چنین گفت که از شب گذشته سپاس، بیابید گفتار اخترشناس. که این بدکنش چون ز مادر بزاد، نهانی ورا نام کردم قباد. به داواز شیروی گفتم همی، دگر نامش اندر نهفتم همی. ورا نام شیروی بود آشکار، قبادش همی خواند این پیشکار. شب تیره باید شدن سوی چین، وگر سوی ما چین و مکران زمین. بر ایشان به دفسون بگیریم راه، ز بغپور چینی بخواهم سپاه. از آن کخترش با آسمان تیره بود، سخنهای او بر زمین خیره بود. شب تیره افسون نیامد به کار، همی آمدش کار دشخوار خار. به شیرین چنین گفت کامد زمان، بر افسون ما چیره شد بدگمان. بدو گفت شیرین
کنو شب بدی همیشه ز تو دور دست بدی، به دانش کنون چاره خیش ساز، مبادا کتایت به دشمن نیاز. چو روشن شود دشمن چاره جوی، نهد بیگمان سوی این کاخ روی. همانگه زره خواست از گنج شاه، چو شمشیر هندی و عادی کلاه. همان ترکش تیر و زرین سپر، یکی بنده گرد پرخاش خر. شب تیرگون اندر آمد به باغ، بدانگه که برخیزد از خواب راغ. به باغ بزرگ اندر از بس درخت، نبود شاه را بر چمن جای تخت. بیاویخت از شاخ زرین سپر، به جایی که از او دور بودی گذر. نشست از بر نرگس و زعفران، یکی تیغ در زیر زانو گران. چو خورشید برزد سنان از فراز، سوی کاخ شد دشمن دیو ساز. یکایک بگشتند گرد سرای، تهی بود ز شاه سرافراز جای. به تاراج دادند گنج ورا، نکرد هیچ کس یاد رنج ورا. همه بازگشتند دیده پرآب، گرفته ز کار زمانه شتاب. خب پس دیدیم که نقشه این کودتا عملی شد. نیمه شب ناگهان شیرین و خسرو که در بستر هستن صدای آواز این پاسبانان و این سربازان رو میشنون که همه دارن درود میفرستن به قباد و میگن جریان چیه. اینجا هست که خسرو میگه که من اسم این رو گذاشته بودم قباد، فقط این پیشکارم خبر داشت اسم دیگرش قباده، به بقیه فقط گفتیم اسم شیرویه. احتمالاً این پیشکاری هم که داره میگه منظورش همین آقای فرخزاد یا زاد فرخه. پس اینجاست که خسرو پرویز میفهمه که چه اتفاقی افتاده. اولی نقشه میریزه که فرار کنیم بریم به سمت چین، لشکر از اونجا بیاریم کمک کنیم و اینها. و شیرین بهش میگه نه دیر شده برای این کارا، اینا الان میان داخل کاخ. خسرو تنها کاری که میکنه اینه که لباس رزم میپوشه و میره در باغ خودش میشینه. اینها میان داخل خود کاخ، داخل اتاقهای کاخ میگردن، پیداش نمیکنند و او همینطور در باغش نشسته. همی بود خسرو بدان مرغزار، درخت بلند از برش سایه دار. چو بگذشت نیمی ز روز دراز، به نان آمدن پادشاه را نیاز. به باغ اندرون بود یکی پایکار، که نشناختی چهره شهریار. پرستنده را گفت خورشید فر، که شاخی ببرزین گرامی کمر. بران شاخ بر مهره زر 5، به گوهر ز مهره بسی دیده رنج. چون این گفت با باغبان شهریار، که این مهره تا کتایت به کار. به بازار شو بهره گوشت خر، دگر نان و بیراه جایی گذر. مران گوهران را بها 30,000 درم بود، کسی را که بودی به کار. سوی نان با شد سبک باغبان، بدان شاخ زرین از او خواست نان. بدو نان با گفت که این را بها ندانم، نیارمت کردن رها. ببردند هر دو به گوهر فروش، که این را بها کن به دانش بکوش. چو داننده آن مهره ها را بدید، بدو گفت که این را که یارد خرید. چون این شاخ در گنج خسرو بودی، بر این گونه هر سال 100 نو بودی. تو این گوهران از که دزدیده ای، گر از بند یک خفته ببریده ای. سوی زاد فرخ شدند این 3 مرد، ابا گوهر و زر با کار کرد. چون گوهران زاد فرخ بدید، سوی شهریار نو اندر دوید. و شیروی بنمود از آن سان گوهر، بریده یکی شاخ زرین کمر. چون این گفت شیروی با باغبان، که گرزن خداوند گوهر نشان نگویی. هم اکنون ببرم سرت، همان را که او باشد از گوهرت. بدو گفت شاها به باغ اندر است، زره پوش مردی کمانی به دست. به بالا چو سرو و به رخ چون بهار، به هر چیز ماننده شهریار. سراسر همه باغ از او روشن است، چون خورشید تابنده در جوشن است. فروهشته از شاخ زرین سپر، یکی بنده در پیش او با کمر. برید این چونین شاخ گوهر از اوی، مرا داد و گفتا که از ایدر بپوی ز بازار نان آور و نان خورش. هم اکنون برفتم چو باد از برش. بدانست شیروی کو خسرو است، که دیدار او در زمان نو است. خب پس جای خسرو پرویز رو هم اینطوری پیدا میکنن. خسرو پرویز رفته در این باغ خیلی عظیمش که خب قاعدتا خیلی باغ بزرگی هم هست مخفی شده، ولی خب زمان گذشته و گشنش شده. حالا که گرسنه شده یک باغبانی اونجا میگه این باغبان چهره خسرو پرویز رو ندیده تا حالا، که اینم باز خیلی چیز عجیبی نیست، چون هر کسی نمیتونه پاشه بره و شاه رو از نزدیک ببینه.
در ضمن اینجا هم یادمون باشه شاه دیگه در لباس شاهی خودش نیست، زره و لباس رزم معمول سربازان و پهلوانان رو پوشیده و صرفا به نظر میاد یک سرداری چیزیه و به این باغبان میگه که این کمر من، کمربند من روش گوهرهای مختلفیه. یکی از این گوهرها رو میکنه میده بهش، میگه برو با این برای من نون و گوشت و اینها بخر. دیدیم که این باغبان این گوهر رو گرفت دست رفت پیش نانوا گفت من اصلا نمیدونم قیمت این چقدره، که با هم دیگه پا شدن رفتن پیش گوهر فروش گفت این که اصلا گوهر عادی نیست، این چیزی که فقط شاه دارتش. خلاصه گذر اینا رسید در نهایت به زادفرخ هم دستشون رو گرفت برد پیش شیروی استنتاقی کرد از این باغبان و فهمیدن که در این باغ الان خسرو پرویز پنهان شده. ز درگاه رفتند 300 سوار، چو باد دمان تا لب جویبار. چو خسرو ز دوران سپه را بدید، بپژمرد و شمشیر کین برکشید. چو روی شهنشاه دیدان سپاه، همه بازگشتند گریان ز راه. یکایک بر زادفرخ شدند، همی هر کسی داستان ها زدند. که ما بندگانیم و او خسرو است، بدان شاه روز بد اکنون نو است. نیارد زدن کس بر او باد سرد، چه در باغ باشد چند در نبرد. بشد زادفرخ به نزدیک شاه، ز درگاه او برد چندی سپاه. چون نزدیک او رفت و تنها ببود، فراوان سخن گفت و خسرو شنود. بدو گفت اگر شاه بارم دهد، بر این کرده ها زینهارم دهد. بیایم بگویم سخن هرچه هست، وگرنی بپویم به سوی نشست. بدو گفت خسرو شگفتی بگوی، نه انده گساری نه پیکار جوی. چون این گفت پس مرد گویا به شاه، که در کار هوشیارتر کن نگاه. بران نه که کشتی تو جنگی 1000، سرانجام 30 رایی از کارزار. همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. بپا تا چه خواهد نمودن سپهر، مگر کینه ها بازگردد به مهر. بدو گفت خسرو که آری رواست، همه بیمم از مردم ناسزاست. که پیش من آیند و خاری کنند، به من بر مگر کامگاری کنند. چو بشنید از او زادفرخ سخن، دلش بد شد از روزگار کهن. که او را ستاره شمر گفته بود، ز گفتار ایشان برآشفته بود. که مرگ تو باشد میان 2 کوه، به دست یکی بنده دور از گروه. یکی کوه زرین یکی کوه سیم، نشسته تو اندر میان دل ببیم. زبر آسمان تو زرین بود، زمین آهنین بخت بر کین بود. کنون این زره چون زمین من است، سپر آسمان برین من است. 2 کوه این 2 گنج نهاده به باغ، که از این گنج ها بود دلم چون چراغ. همانا سرآمد کنون روز من، کجا اختر گیتی افروز من. کجا آن همه کام و آرام من، که بر تاج ها بر بودی نام من. ببردند پیلی به نزدیک اوی، پر از درد شد جان تاریک اوی. بران کوهه پیل بنشست شاه، ز باغش بیاورد لشکر به راه. سخن گفت از آن پیل بر پهلوی، که ای گنج اگر دشمن خسروی. مکن دوستی نیز با دشمنم، که امروز در دست آهرمنم. به سختی نبودیم فریاد رس، نهان باشو من مای رویت به کس. به دستور فرمود از آن پس قباد، که از او هیچ بر بد مکن نیز یاد. بگو تا سوی تیسفونش برند، بدان خانه رهنمونش برند. بباشد به دارام ماروسپند، نباید که دارد کس او را گزند. برو بر موکل کنند استوار، گلینوش را با سواری 1000. پس اینجا شرح دستگیر شدن خسرو پرویز رو شنیدیم. دیدیم که وقتی خسرو پرویز فهمیدن که در این باغ هست، یک لشکری رو فرستادن، یک سپاهی رو زادفرخ فرستاد که بره او رو بگیره. دید که این سپاه همه با چشم گریان برگشتن و ادعاشون هم این بود که آقا این طرف شاه ما به هر حال در دل هم ازش میترسیم هم عاشقش هستیم و خب ما سربازان این شاه هستیم، نمیتونیم با این شاه بجنگیم، نمیتونیم شمشیر روش بکشیم. و خلاصه که اینا هیچ کدوم جرأت نزدیک شدن به خسرو پرویز رو نداشتن و کل این سپاه برگشت. زادفرخ که دید چون این چیزیه، رفت با خود شاه صحبت کنه،
بهش گفت که با حالت لحن خیلی چاپلوسانه ای همینو گفت که ببین الان کل کشور علیه تو قیام کردن، همه لشکرت علیه قیام کردن، حالا یه لشکر کوچکی هم اومد توی این باغ، به فرضم که تو اصلا زدی همشون هم کشتی، میخوای بعدش چیکار کنی؟ چند تا لشکر میخوای به تنهایی بکشی؟ اینجاست که خسرو پرویز یک پیشگویی هم یادش میاد، پیشگویی که در داستان قبل از این برای ما گفته نشده بود، اما الان خسرو پرویز این رو یادش میاد. پیشگوییش این بود که شرایط و حالت مرگش رو گفته بودن و گفت که این شرایط کامل با اون چیزی که امروز هست، الان در این لحظه هست، همخوانه. گفت که در پیشگویی بود که مرگ من وقتیه که بین دو تا کوه هستم و آسمان من طلاییه و زمینم آهنینه. گفت که این زمین آهنین من همین زرهیه که الان روش نشستم، یعنی در تنم هست و نشستم، و آسمان زرین من هم همین سپریه که بالا سرم میگیرم، و دوتا کوه هم این تل بزرگ گنج هایی که من یه عمر زور زدم جمع کنم و این ور اون ورمه، و تمام اینا نشون میده که الان همون زمان نابودی من که پیشگویی شده بود رسیده و به این شکل خسرو پرویز شکست رو میپذیره. در نهایت اما شیروی دستور خیلی خاصی همون آخر کار میده. وقتی خسرو پرویز رو سوار فیل میکنن، شیروی او رو تبعید میکنه، نمیکشه، تبعیدش میکنه به تیسفون. گفت که ببریدش پیش کسی به نام ماروسپند. این آقای ماروسپند نگهبانه، پس ایشون در خانه فردی به اسم ماروسپند اسیر میشه و گفت که یکی از سرداران به نام گلینوش با 1000 تا سوار هم میشن نگهبانان خانه همین ماروسپند. پس ایشون رو تبعید و زندانی کرد. به این شکل چو گردنده گردون به سر بر بگشت، شدن شاه را سال بر 38. کجا ماه آذر بود و روز دی، گه آتش و مرغ بریان و می. قباد آمد و تاج بر سر نهاد، به درام بر تخت بنشست شاد. از ایران برو کرد بیعت سپاه، درم داد از گنج 1 سال شاه. نبود زندگانیش جز 7 ماه، تو خواهیش ناچیز خوان خواه شاه. چون این است رسم سرای جفا، نباید که از او چشم داری وفا. خب این ابیاتی که خوندیم آخرین ابیات داستان پادشاهی خسرو پرویز بود. میخوایم وارد داستان پادشاهی شیروی شیم، ولی تو همین ابیات نهایی هم اطلاعات خیلی مهم و جالبی رو تعبیه کرده بود داستان. اول به ما گفت که کل دوران پادشاهی خسرو پرویز در نهایت 38 سال طول کشید و در ماه آذر ایشون از شاهی خلع شد. بعد از اون ور گفت قباد یا همون شیروی اومد تاج بر سر گذاشت، اما شیروی 7 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. ایشون 7 ماه کل دوره پادشاهیشه. پس با گفتن این نکته که آخر سر شیروی هم قراره چه بلایی بیاد، حالا میخوایم داستان پادشاهی شیروی رو شروع کنیم. یه بخش کوچکی از داستان پادشاهی شیروی رو در این قسمت شروع کنیم، بقیه‌اش رو بذاریم برای قسمت بعدی. چو شیروی بنشست بر تخت ناز، به سر برنهادان کی تاج آز. برفتند گوینده ایرانیان، برو خواندند آفرین کیان. چنان هم که یزدان تو را داد تاج، نشستن به دارام بر تخت عاج. بماناد گیتی به فرزند تو، چنین هم به خویشان و پیوند تو. چنین داد پاسخ بدیشان قباد، که همواره پیروز باشید و شاد. نباشیم تا جاودان بدکنش، چه نیکو بود داد با خوشمنش. جهان را بداریم با ایمنی، ببریم کردار آهرمنی. ز بایسته تر کار پیشین مرا، که افزون کند فرح الدین مرا. پیامی فرستم به نزد پدر، بگویم بدو این سخن در به در. ز ناخوب کاری که او را بوده است، به بدنامی او در جهان ماند پست. به یزدان کند پوزش آن گناه، گراینده گردد به داین راه. بپردازم آنگه به کار جهان، بکوشم به داد آشکار و نهان. به جای نکوکار نیکی کنیم، دل مرد درویش را نشکنیم. 2 تن بایدم راد و نیکو سخن، کجا یاد دارند کار کهن. بدان انجمن گفت که این کار کیست، از ایرانیان پاک و بیدار کیست.
نمودند گردان سراسر به چشم، دو استاد را گر نگیرند خشم. بدانست شیروی که ایرانیان کرا برگزیدند پاک از میان. چون 80 و خراد برزین پیر، دو دانا و گوینده و یادگیر. پس در همین ابتدای پادشاهیش آقای شیروی میگه قبل از اینکه من اصلا اون برنامه متعارف شاهی خودم رو شروع کنم، ما یه کار ناتمام داریم، اونم این که پدر من رو باید بهش رسیدگی کنیم و باید توبه کنه، به عبارتی عذرخواهی کنه برای تمام ظلم هایی که کرده. و حالا 2 نفر رو میخوان بفرستند که پیغام شیروی شاه جدید رو به سمت خسرو پرویز ببرن. گشتن در دربار کیو پیدا کنن؟ 80 و خراد برزین. این 80 اسمش بار اولی اومده جدید، اما خراد برزین که دیگه معرف حضورتون هست، در دربار خسرو پرویز قبلا خیلی کارا کرده بود. بدیشان چنین گفت که بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. مدارید کار جهان را به رنج، که از رنج یابد سرافراز گنج. 2 داننده بیکام برخاستند، پر از آب مژگان بیاراستند. چو خراد برزین و 80 و شسپ، به فرمان نشستند هر دو بر اسپ. بدیشان چنین گفت که از دل کنون بباید گرفتن ره تیزفون. پیامی بری نزد فرخ پدر، سخن یادگیری همه در به در. بگویی که ما را نبود زین گناه، نه ایرانیان را بود این دستگاه. که پادفره ایزدی یافتی، چون از نیکویی روی برتافتی. یکی آن که ناباک خون پدر، نریزد ز بن پاک زاده پسر. نباشد همان نیز هم داستان، که پیشش کسی گوید این داستان. دگران که گیتی پر از گنج توست، رسیده به هر کشوری رنج توست. نبودی بدین نیز هم داستان، پر از درد کردی دل راستان. 3 دیگر که چندان دلیر و سوار، که بودند در ایران همه نامدار. نبودند شادان ز فرزند خیش، ز بوم و بر و پاک پیوند خیش. یکی سوی چین بود یکی سوی روم، پراگنده گشته به هر مرز و بوم. دگران که قیصر به جای تو کرد، ز هر گونه از تو چه تیمار خرد. سپه داد و دختر تو را داد نیز، همان گنج و با گنج بسیار چیز. همی خواست دار مسیحا به روم، بدان تا شود تازان مرز و بوم. به گنج تو از دار عیسی چه سود، که قیصر به چوبی همی شاد بود. ز بیچارگان خواسته بستدی، ز نفرین به روی تو آمد بدی. ز یزدان شناس این که آمد پیش، برندیش از آن زشت کردار خیش. بدان بود که از این بد بهانه منم، سخن را نخست آستان منم. به یزدان که از من نبود این گناه، نجستم که ویران شود گاه شاه. کنون پوزش این همه بازجوی، بدین نامداران ایران بگوی. ز هر بد که کردی به یزدان گرای، کجا هست بر نیکویی رهنمای. مگر مر تو را او بود دستگیر، بدین رنج هایی که بودت گزیر. دگران که فرزند بودت 28، شب و روز ایشان به زندان گذشت. به دربر کسی ایمن از تو نخفت، ز بیم تو بگذاشتندی نهفت. از اینی که شنیدیم پیغام شیروی بود خطاب به پدر، که الان سپرد به این 2 نفر، یعنی 80 و خراد برزین. البته اسم این آقای 80 یه بار کمی جلوتر 80 گشسپ هم اومد، پس این 80 گشسپ و 80 هر دو یه نفرن. این پیغامی که شیروی گفت و یه مرور مختصری بکنیم، اصل کارش رو در قسمت بعد داریم. شیروی چه گناه‌هایی چه جرم‌هایی رو به پدرش نسبت داد؟ اصلا کلا این جریان چیه؟ برای چی یهو گیر دادن که خسرو پرویز ظالم شده؟ وقتی این گناه‌ها رو فهرست کنه و ببینیم، متوجه میشیم که واقعا خسرو پرویز خیلی کار خاصی هم نکرده، یا حداقل خیلی کار عجیب غریبی نکرده. صرفا داستان از یه جای به بعد تصمیم گرفته که ایشون ظالم شده دیگه. یه تعدادی از اتهامایی که بهش زدن مال خیلی وقت پیشه. مثلا یکیش گفت که همون جریان خون پدر ریختن، همون جریان کشتن هرمزد، این که تو هم در کشتن هرمزد همدست بودی و پسر نباید پدرش رو بکشه، که خب ماجرای اون رو قشنگ میدونستیم چیه و کلا قائلش تمام شده بود خیلی وقت پیش. بعد هم دیدیم که این ماجرا رو گفت که گیتی رو پر از گنج کردی، ولی از اون طرف به کل کشور این گنج ها رو بذل و بخشش نمی‌کنی و سرتاسر کشور پر از رنج و سختیه، که اینا باز خیلی اتهام کلیه، معلومه نیست دقیقاً چه کار کرده. بعدم دیگه رسید این قضیه به قیصر. اون ماجرایی داشتیم که در موقع تولد شیروی قیصر گفته بود اون صلیب مسیح رو به من بده، خسرو پرویزم گفته بود نمیدم. شیروی این رو هم به عنوان یکی از جرم‌های خسرو پرویز عنوان میکنه، میگه این قیصر حالا یه تیکه چوب ازت میخواست،
ندادی بهش و باعث شدی رابطه ما خراب شه. در نهایت آخرین ایرادی هم که گرفت، گفت که من و 15 تا فرزند دیگه تو ما همه رو اسیر کرده بودی و کدوم پدری همچین کاری در حق فرزندانش میکنه. حالا این مورد آخری شاید یه مقداری به نظر به هر حال معقول بیاد بین اتهام هایی که به خسرو پرویز زده شده، ولی بقیه اون موارد خیلی به نظر چیز عجیب غریبی درشون نیست. اما به هر حال اینها فهرستی بود از گناهان و جرائم آقای خسرو پرویز که باید برای اینها طلب بخشش کنه. حالا رسیدن این پیغام به خسرو پرویز و جوابی که خسرو پرویز میده رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.